بله. خب شما وقتی اینجا بای زدید یا دارید میاید استاپ خودتون رو پشت این گره معاملاتی قرار میدید، یا نه دارید استاپ خودتون رو میذارید پشت این کف دیگه. خب حالا به این جایی که همه دارن این استاپ ها رو قرار میدن، حالا با سبک های تحلیلی مختلف، میگن چی؟ میگن BSL. خب این BSL رو من بهش میگم بای استاپ لول. اوکی، توی یه سری سبکای دیگه هیچ تفاوتی نداره، لطفا درگیر اسامی نشید. بعضیا بهش میگن بای ساید لیکویدیتی. اوکی. خب حالا به فرض مثال شما فکر کنید به هر دلیلی، اوکی، اینجا شما به این نتیجه رسیدید سل بزنید. اوکی، وقتی شما میخواید سل بزنید، خب استاپتون رو کجا میذارید؟ یا میذارید اینجا پشت این گرهه که حالا اینجا قاعدتا نبوده دیگه، ما میگیم اینجا میخواد سل بزنید. ارزم به حضورتون فکر کنید میذارید پشت این پیوته. اوکی، به این جایی که اکثر معامله گران مثلا کلاسیک کاره میگه آقا جان این الگو کندلیه، اون یکی ارزم به حضورتون هارمونیک کاره میگه این الگوی مثلا MX ABC فلان. خلاصه استاپشون رو میذارن این بالا. به این جایی که همه دارن با سبکای مختلف استاپ میذارن میگن چی؟ SSL. خب من به این SSL میگم شورت استاپ لول. اوکی، خیلی ها توی سبکای دیگه اما اینو بهش نمیگن شورت استاپ لول، میگن سل ساید لیکویدیتی. اوکی، هیچ تفاوتی نداره. برای من مهم اینه که شما اینجا رو درک بکنید، پر از نقدینگیه. در آینده بدونید اینجایی که پر از نقدینگیه یک SSL، خب قرار بیاد اینجوری هانت بشه. یا اینجایی که BSL، این قسمتی که BSL تمام این معامله گرانی که اینجا مثلا بای زدن استاپاش اونجاست، قرار اینجوری بیاد هانت بشه و بره بالا. برای من اینی که شما اینو درک بکنید که این نقدینگی در آینده قرار شکار بشه خیلی مهمتر از اینی که شما بیای اون چیزی که من میگم بگی مثلا بای استاب لول، یا نه اون چیزی که حالا توی یه سری سبکا میگن بای ساید لیکویدیتی رو بگید. هیچ تفاوتی برای ما نداره عزیزان. ما هم اگه انگلیسی بودیم تمام این جملاتی که الان دارم من براتون فارسی میگم و داشتیم بین هم انگلیسی صحبت میکردیم. اصلا ما قرار نیست توی این دور شما رو درگیر چی بکنیم؟ درگیر این اصطلاحات ارزم به حضورتون سبکای مختلف بکنیم، بگیم آره ما خیلی بلدیم. خب مثلا اینجا رو ببینید، اینجا یه جایی بوده که تمام معامله‌گران، خب تمام معامله‌گرانی که بای کرده بودن استاپاشون طبیعتا پشت این بوده دیگه. خب اینجا اومده این نقدینگی شکار شده، یعنی استاپ بایرها اینجا شکار شده و بعد رفته بالا. بهش میگیم چی؟ BSL. اوکی، بایر ساید لیکویدیتی، یا به قول مسی چی؟ بای استاب لول. هر چی که شما دوست دارید بهش بگید، هیچ تفاوتی نداره. خب اینم از BSL و SSL. عرضم به حضورتون یه مورد دیگه رو من خدمتون بگم و این جلسه چهارم رو ببندیم. اوکی، ما یه مفهومی داریم به اسم چی؟ PRZ Potential Reversal Zone. خب پتانسیال ریورسال زون با معنی میگم اینگاه دارم فارسیه، یعنی هیچ دلیل نمیبینم برای معنی کردنش، چون پتانسیال که همون پتانسیل خودمونه. ما میگیم این بچه پتانسیل فوتبالیست شدن داره، این گیتاریسته پتانسیل اینو داره که یه گیتاریست معروف بشه. خب ارزم به حضورتون ریورس هم که شبانه روز تو این چارت میگید اینجا ریورس کرد ریخت، اینجا ریورس کرد رفت بالا، به معنای برگشته. اوکی، زون هم که همون ناحیه است، به قول خیابانی همش فارسیه. خب به هر حال ببینید بزرگواران، پتانسیال ریورسال زون به هر ناحیه‌ای که پتانسیل بازگشت قیمت رو داشته باشه ما میگیم چی؟ PRZ یا پتانسیال ریورسال زون. اوکی، این اصطلاح رو بیشتر اون بزرگوارانی که با ابزار فیبوناچی
با ابزار فیبوناچی کار میکنن استفاده میکنن. ولی من چون با این اصطلاح اون موقع آشنا شدم، دیگه این اصطلاح رو برای همه چی استفاده کردم. یعنی هر جایی که من یک سطح مقاومت و حمایت میکشم با هر مدل سبکی که هست، مثلا اینجا گفتیم یه مدل سبک مقاومت حمایت سمسایدنی داشتیم دیگه، گفتیم از نوک شادو بگیر تا پشت کندله، اوکی، بدش جلو. این برای من یه مدل پی آر زده. حالا درسته تو جلسه قبل مثلا گفتیم آقا اسم اینو بذار مقاومت حمایت سمسایدنی، اوکی، ولی این در واقعیت یک چیه؟ یک پی آر زده. چرا؟ چون این زونه، این ناحیه، خب این ناحیه‌ای که الان صورتی رنگ قرمز رنگه، حالا چون شما صورتی بیشتر دوست دارید میگیم صورتی رنگه، اوکی، این پتانسیل بازگشت قیمت رو داشته، تموم شده را به همین سادگی. یا این ناحیه‌ای که اینجا هست، این ناحیه‌ای که اینجا هست، من از نوک شادو بگیرم تا اینجا بدم جلو، این پتانسیل بازگشت قیمت رو داشته. یعنی وقتی اینجا قیمت خورده بهش، اینجوری کندل رو ریجکت کرده، اینجایی که اومده توش نفوذ کرده، سفارشات اون اوردر فلو رو پاک سازی کرده، اینجوری قیمت رو برگردونده رو به پایین. حالا یه جاهایی اینجوری صفر پیپ واکنش نشون میده، یه جایی اینجوری به اون سطح نفوذ میشه و واکنش نشون داده میشه. ما این مسائل که کی نفوذی شکل میگیره، کی قراره نه صفر پیپ بخوره، اینا رو با جریان سفارشات یاد میگیریم. یا اینجا رو ببینید از نوک شادو تا پشت کندلی که دوجی بود دادم جلو، میبینید جلوی قیمت رو گرفته. پس این یه پی آر زده دیگه، اوکی، پی آر زد. تکرار بکنم که اگه کسی دوست داره اصطلاح ها رو یاد بگیره، پی آر زد مخفف پتانسیال ریورسال زون یا زون، هر کدوم با هر لهجه‌ای که خودتون صلاح میدونید. اینجا هم که دیگه سطح کلا شکسته شده رفته بالا و در ادامه اف او کرده و رفته. خب حالا عرضم خدمت شما یه پیارزد دیگه هم اینجا داشتیم، چقدر قشنگ واکنش داده، با همون نوع مقاومت حمایت کشیدن سمسایدنی که دیگه از این به بعد به همه مقاومت حمایت ها میگیم پیارزد، میگیم یه محدوده ای که پتانسیل بازگشت قیمت رو داره، اوکی، و همه اینا میگیم پیارزد. مسیح به مقاومت حمایت کلاسیک هم بگیم پیارزد، دوست داری بگی بگو عزیزم. ولی برای اینکه مثلا پشت تلفن وقتی با دوستت داری صحبت میکنی، خب بتونی اینجا رو راحت تر بگی، ما برای این یه سری اختلاف ها رو گذاشتیم. خب به این مدل بگو کلاسیک، به این مدل بگو کلاسیک. یا مثلا به فرض مثال اون جایی که به این شکل هست دوست داری بهش بگی سمسایدنی، بگو سمسایدنی، اوکی. یا مثلا اینو میخوای بهش بگی کلاسیک، بگو کلاسیک. برای فهم بهتره، برای ارتباط گیری بین دو تا تحلیلگره، هیچ تفاوتی نداره. اینو دوست داری مثلا مقاومت حمایت کلاسیکه، دوست داری مثلا هی نگی مقاومت حمایت سمسایدنی فلان ساپلای دیمنده، بگو یه پیار زده، یه ناحیه‌ای که پتانسیل بازگشت قیمت رو داره. خب اینم از پیار زد خدمتتون عرض کردم چیه و شاد و پیروز و موفق باشید. بعد خواهش میکنم تمرینای امروز رو فراموش نکنید. تمرین امروز این بود، جایی که چوک شکسته میشه، به قول اون دوست شیرازی اون قیمت میچوکه، خب خواهش میکنم که چیکار کنید؟ خواهش میکنم اونجا درایو دومی که شکل میگیره رو توی حسابای دمو ترید بزنید. شاد و پیروز و موفق باشید.